منطقه چندول شهر کابل، محلی که روزانه صدها نفر برای پیدا کردن یک لقمه نان عرق می‌ریزند. در میان اینها کسانی هم هستند که آرزوی فراهم کردن آموزش برای فرزندانشان را دارند، اما برای برآورده شدن این آرزو دستشان خالی است. امیرگل هم یکی از این افراد است که به خاطر فرزندانش شب و روزش را یکی کرده است. نان پیدا نمیشه چی؟ در روز 100-1.5 روپیه پیدا میکنیم. در ایال چلنده میشه، کرایه خانه داده میشه، هیچی مشکلات داشته باشه. اینطور این برف و این لای سایکو اولادای ما خورد است، مطب میخوانه. مانند امیرگل افراد دیگری هم است که آنها برای سیر کردن شکم فرزندانشان حیرانند و میگویند که غریبی و بی‌توجهی حکومت زندگیشان را تلخ کرده است. دیگه مشکلات است که زندگی بسیار، یک بیگاه نامتر است، یک بیگاه خشک است، یک بیگاه قرب کچالو پیدا بشه، یک بیگاه دیگه نمیشه. اولادت مکتب میره؟ مکتب نرفتن میتونه، پیسه از کجا کنیم که مکتب بره؟ این افراد فقیر میگویند از این متاثر نیستند که زندگی یک آزمون سخت برایشان است، اما غمگین فرزندانشانند که چگونه با این مشکلات مقابله خواهند کرد.